دیگه این بخش بازار لیلامی فروشی را شما در تصویر میبینین که این بازار لیلامی فروشی هست دوستان عزیز. این بلند منزل ها هم تمامش فروشگاه ها هستن، گودام ها هستن و این کوچه هم که میبینید که مردم رفت آمد داره، کوچه منده شهر کابل هست. پل کلینیک، شفاخانه تفیسی، میوند. یعنی هم داخل بازار و پیاده رو سینمای پامیر دوستان عزیز. میکشن آب سیب است البته. این طرف هم دوستان عزیز منطقه چنداول کابل است که ویدیوهای متعدد ما از چنداول داریم که اگر میخواین علاقه دارین ببینین. تاریخچه‌ش هم دوستان عزیز. سلام عزیزان دل، چطور هستین؟ انشالله که خوب صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی. ما در تقریبا نزدیک سینمای پامیر شهر کابل هستیم، جاده میوند طرف سینمای پامیر رفته میریم دوستان عزیز. از چوک گذشتیم دیگه. این بخش بازار لیلامی فروشی را شما در تصویر میبینین که این بازار لیلامی فروشی هست دوستان عزیز. این بلند منزل ها هم تمامش فروشگاه ها هستن، گودام ها هستن و این کوچه هم که میبینید که مردم رفت آمد داره، کوچه منده شهر کابل هست. این کوچه منده ای هست دوستان عزیز. خب به هر صورت بیاین دوستان عزیز، ما از بین از این کراچی ها میدیم. یک پیاده رو اون طرف هست و از یک پیاده رو دیگه این طرفی کراچیوان ها خودشون ایجاد کردن و دو طرف کراچی هایشون هست و مال میفروشن. این بوتای لیلامی هست، کرمچا هست دوستان عزیز. مثل در تصویر میبینین، طرف ببینین کرمچ هست و نمیفهمم بوت است. پدلونا همون طرف تر بود و بلوس و جاکت و چیزا هم از دوستان عزیز که وارد در پیشتر میبینیم. این خانه ها دوستان عزیز خانه های قدیمی سینمای پامیر شهر کابل است که در تصویر میبینین. یاد مسابقه جور شدن دوران های بسیار قدیم، دیوان تا حال هم هستن و مردم ازشون استفاده میکنن. این بلوس های لیلامی است، کرمچا. بریم دوستان عزیز طرف دوباره. خب یک بازارک داره دوستان عزیز سینمای پامیر. این آب میوه هم میکشن آب سیب است البته. این طرف هم دوستان عزیز منطقه چنداول کابل است که ویدیوهای متعدد ما از چنداول داریم که اگر میخواین علاقه دارین ببینین. تاریخچه‌ش هم دوستان عزیز موجود است در کانال ما در بخش افغانستان و 1001 داستان و همچنان ویدیوی خودش در بخش شهر کابل میتونین بیننده باشین. بازارش خودش دیگه تمامش، حتی چوک باغ قاضی را هم میتونین بیننده باشین که رفتیم و دیده میشه. بازار دوستان عزیز هنوز یک ذره فرصت هست، پس آنترها دیگه بیربار میشه، بسیار زیاد هم بیربار میشه. این کوچه دوستان عزیز کوچه منده کابل است که این کوچه تازه ساخته شد، سنگکاری شد. و دوستان عزیز کابل کلا یک چهره جدید به خود گرفت، خصوصا این بخشا زیرزمینی که در پل خشته ایجاد شد تا چوک منده کابل بازسازی شد. دیگه جاها برکی کنه کار جریان داره دوستان عزیز. دیگه همه جای بسیار اما تو تغییرات عمده و اساسی و البته تغییرات مفید خوب آمده دوستان عزیز. آباد شده میره افغانستان. این بازار این طرف هم دوستان عزیز از چنداول گذشته یک بازارک از ترشی فروشی سلیمانیات و همه چیزا هست. این طرف هم دیگه که خودتان در تصویر میبینین. حالا میریم داخل بازار. دیگه داخل بازار هم ببینین.
شفاخانه تدریسی میوان هم دوستان عزیز در این بخش شهر کابل موقعیت داره. این هم دوستان عزیز شفاخانه تدریسی میوان، پل کلینیک شفاخانه تدریسی میوان. این هم داخل بازار و پیاده روی سینمای پامیر دوستان عزیز. Agora vai a pinjora pa. طرف بود فروش ها هستن دوستان عزیز، طرف هم بود فروش ها هستن. بوتای لیلامی که براتون گفتم در اینجا هم به فروش میرسه. این بوتا 200 افغانی بود. 200 بوتای ورزشی هم بود، بوتای و پیاده روی هم بود، اسکیچرز هم بود. اما دوستان عزیز زیادترشون بدل هستن، زود کنده میشن. باز لیلامی های بسیار محکمه که پیدا کنین خوبشه و باز خوب دوام میکنن و بسیار خوب بدر دادن میخوره. منظور از که زیاد دوام میکنن. طرف هم دیگه کباب فروشات تا فعلا کارشان پرشو است تا که وقت چاش شود دیگه و بازی ها کباب مباب پختن شروع کنن و بازارشان رونق بگیره. این طرف هم دکان ها رو بازسازی دارن داخل مارکت دوستان عزیز. دیگه میریم اون طرفتر بازار آریانا هم دوستان عزیز در این بخش آمده دیگه به نام بازار سینمای پامیر حالا میگنشه. خب دوستان عزیز امیدوارم ویدیو خوش آمده باشه، ویدیو لذت برده باشید. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه ایتونه به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله هم متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان. Galamon دیدانا Galamon دیدانا میری بچه اول دیدانا میری Tagi araka. Tagi boleh tagi.